درود مخلصان و هواداران برنامه نقش. سه چیز است که کس را نامی و موفق می سازد. اول اینکه انسان باید کار خود را دوست دارد. دوم آن کار نیک باید باشد و نهایت سوم آن کار را زیبا باید انجام رساند. خوشبختانه در ساحه تئاتر و سینما نیز امروزها همین گونه شخصیت ها فعالیت میبرند و روز از روز برای پیشرفت و رشد تئاتر و سینمای تاجیک حصه گذاری میکنند. ما باشیم پیوسته در برنامه نقش همین گونه شخصیت ها را دعوت میکنیم و با آنها روبرو نشسته اطراف کسب و کار ایشان صحبت می‌آوریم. درباره هنر نوتکرار آنها البته سوالهای بسیار هم جالب و سری وقتی پیشنهاد میکنیم تا اینکه برنامه‌مان خوب و دیدنی باشد. مهمان نوبتی برنامه ما نیز از زمره آن نفرانی هستند که در صدها فیلم و نمایشنامه‌ها نقش آفریده و مثل فراخی قلبش البته استعداد و نامش نیز مرزها را عبور کرده جهان دیده گشته است و امروز ما از روبروی استاد بودن خیلی افتخار داریم. این هم هستند هنرمند خلقی تاجیکستان بهادر میرعلیبکov. شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی تلویزیون سفینه. سلام باش. امروز درباره زندگی شما حرف خواهیم زد. زندگی که پورا بخشیدید به ایجاد، زندگی که هر لحظهش برای ما پندنامه بوده میتواند. شما چرا یا خودکی را سبب این قدر موفقیت های روزافزون خود می حسابید؟ در حال میدانیم جواب این سوال البته ما را نیز هوسمند روزگار ایجاد می سازد. حتما راهی که طی کردیم در جوده صنعت و این راه حالا نیم عصر میشد که من در جوده صنعت در این تئاتر و سینما و دیگر کارهایی که با صنعت تعلق دارند کار ایجادی بردیم و من نمیدونم چی ما را وای میکنم. من فقط میخواستم ایجاد کنم، میخواستم که از عهده این نقش یا نقش برایم میخواستم که این نمایش را طوری روی صحنه بیارم که به دیگر نمایشات کارگردانان مانند نباشد. هر یک شخصی که ایجاد میکنه پیرهی خودش دارد و من پیرهی خودم انتخاب کردم و با هم میرم و چی مرا مجبور میکند، چی مرا وادار میکند که من باید به یکم مرتبه رسم. من درباره به ما یکم مرتبه رسیدم فکر نمیکردم. من فقط ایجاد میکردم، کار میکردم. از همون دوره سرشویش یک شناختم، یک چهره صحنه‌زیب، یک چهره برای سینما، برای کینو، برای صحنه بسیار جلب بود. یک جوان بزرگ بود، قد بلند و وای. بعد یک بار در همین جریان موفق همه داخلی شد. از روز اول همین اکتور مهارت آوریکاش سایقل یافت از یک نقش به نقش دیگر. بعد با هر خیلی ژانر وایقتی آهسته آهسته موقع خود رو یافت. همچون هنرپیشه نقش‌های خوب چاتسکی را بازی کرد، هملت بازی کرد و بسیار نقش‌های جالبی دیگر هم بازیده است. در سینما هم با قریبی یک نمیدانم وای فیلم چه است، در زندانی همون دوره‌های تاریخ خودمان عصرهای 19 است یا اولی عصر است. در زندان با یک اکتور روس بازی میکند. بسیار صمیمی بازی کرد. همچون کارگردان بسیار کارگردانی حرفه‌ای خوب است. نمایشنامه‌های زیادی هنری خوب گذاشته است. Получается от того, что переборщила с героином. И вот уже агония. Она катается по сцене. Она катается. И кричит только 3 слова. Она выкрикивает это 3 слова. Она их кричит. Она их кричит. Какие 3 слова? Вовсю. Что? Какие 3 слова? Ну, я не знаю, можно ли здесь произнести это выражение. Мистер Остин, да? Вы хотите со сцены произнести выражение, которое невозможно произнести здесь? Да, Ральф, все нормально, ты можешь сказать. Ральф, ну ты можешь сказать.
میجستم که در کدام کینوها بازی میکند بهادر. تیز تیز تئاتر میرفتیم. در تئاتر اون پیسه های بزرگ مشهور جهانی با مؤلف های مشهور جهانی در پیسه ها در سپکتاکل ها رول اساسی ها بازی میکردند. وقتی که وانیا تاغوی چیخوف، انتون چیخوف دکتر استف رو بازی میکرد. بهادر یک چیز خاصی خودش رو دارد، یک اسلوبی مثلا هنرمندی دارد که مثلا وی در زندگیش هم بسیار خوشرو راه میگردد، خوشرو صحبت میکند. در رولش هم همین خیلی نقش هایی که دیدم مثلا استرف در وانیا تاغو، سیدی کرنیل دیدم، داد از دست بیعقلی چاسکی رو بازی میکرد. وقتی به اول صحنه میبرآمد چنان دقت تماشابین رو به خودش جلب میکرد که در تالار آرامی حکم فرما بود. وارد شدن و برآمدن از صحنه این باید یک قوه باشد که وادار کند که روی صحنه بیاری و همون قوه اگر تا برآمدن از صحنه در خودت وجود داشته باشد، دل مخلص تماشابین تسخیر کردن ممکن است. به این ایج ممکن نیست، چون که اگر فکر کنی که او زمان صحنه میبرم، من حاضر یک صحنه را میلرزانم، او زمان وای میکنم هیچ وقت نمیبره، چون که همه در اینجا و در اینجا باید باشد. برای همین همون پیره‌ای که من طی کردم پیره‌ای تنگ بود یا پیره‌های فراخ بود نمیدونم، من فکر نمیکردم، من فقط میرفتم با این پیره‌ها و نمیدونم تو کدام زینه رسیدیم مخلصان میدانند. از روی کارهای خودم، از روی فیلم های، از روی نقش های و از روی اون صحنه هایی که من روی صحنه آوردم. خوشبختانه با استاد من خیلی همکاری زیچ داشتم و بخصوص سببگاری به تئاتر روسی آمدنم هم استاد بهادر میرعلیبیکوف بود، یعنی به کار دعوت کردن و نمایشنامه هایی که همچون کارگردان در تئاتر میماندند. البته من مثلا بند بودم و نقش های اساسی هم باور کردن، ولی یک چیز گویم که بهادر میرعلیبیکوف هم در تئاتر و هم در سینما، بخصوص در سینماهای دوران شوروی و بعد یعنی در دوره استقلال هم در فیلم های جدید تاجیک فیلم بازی کردن، نقش آفرینی کردند و من فکر میکنم که امروز برای تماشابین همچون هنرمند سینمایی شناس هستند و محبوبیت دارند. خوردن و خوابیدن است مگر؟ کار حیوان هستیم. آن که آفرید انسان را فکری بیکرانه داشتی، میدید دور و نزدیک و پیش و پس را. ما را عقل و هوش الهی مانند از بهر آن داد که در بیکاری مغار بندد آن عقل. انسان با چی مهارتی ساخته شده است؟ چی عقل عالی جناب، چی قابلیت به انتهایی دارد. طرحش، حرکاتش چه اندازه معجز و معنی دار است. عملش همچون فرشته، ادراکش مثل خدایان، طراز جهان، تاج مخلوقات. اما این جوهر خاک با من چی لازم؟ از نوی بشری نرینه و مادینه هیچ یکی به من خرمی نمی بخشد. درست است. نو بس از اونه که
کدام نمود ایجادیات است آن خیلی به هم مانندی دارد. مثلا در هنر رسامی از همه ژانر دشوار این تاریخی است، زیرا رسام پیش از تصویر با تاریخ اثر خود باید پورا آشنا گردد. فکر میکنم در ساحه تئاتر و سینما نیز همین خیلی است و حتی دشوارتر از آن، چرا که اینجا تنها با تاریخ بودن یعنی آشنا بودن کفایه نیست، بلکه روح و روان مردم آن دوره را نیز دانستن مهم، حتی میمیکه آنها را حس کردن شرط و ضرور است و فکر میکنم برای این همه را آموختن هم مهارت و هم نیرو طلب میکند. شما همچون یک هنرمند کسبی و تجربه دار در این باره چه اندیشه دارید؟ حقیقت است این، اگر انسان چیزی که یعنی که یا که نقش باشد یا که مثال هملت بازی میکردم، من تمامی قریب تمامی ایجادیات شکسپیر مطالعه میکردم، از خود میکردم، بعد میپوشیدم. خیلی که جامعه نو میپوشی، همین خیلی دیگه همون نقش هم چون جامعه نو میپوشی و به خودت چه میکنی و موافق قد و قامت و موافق دل و موافق جریان خون و موافق فکر خود عمل میکنی. و چنین است اگر ما تاریخ را ندونیم، اگر ما ادبیات همون دوره که ما نقش می‌آفریم یا که همون دوره که ما او را روی صحنه می‌بیاریم اثر را اگر ندونیم و نه آموزیم، یک کورکورانه رفتار است در ایجادیات. جهانگیر کی داری؟ چرا در پیش ما سر می‌فراری؟ آوازو کرد باید پیش شبی که خوش آمد میزند بر پادشاه. پادشاهی ماست بر او خیلی. از چنین جفا به محضر مرد جبان میارم خطر. و قول فرمی در عهد سامان چی کم هست؟ چی از اثر فراوان؟ هنر کم هست و داوی هنر نیست. ثمر کم هست و نقد بی ثمر. هنر کم نیست. در هر کنج کشور پیکار است بس قوم هنرمند. بله. فلوزات استحصال ماست. کنون در روی عالم بی‌بهاست. بله. بلور ما به از لعل چین است. عرب را گوهری ما در نگین است. بله. سلاحی که هنرمندان ما ساخت میان دشمن ما خلخل انداخت. بله. ز جیحون و ز سیحون و زرافشان و دست آوردن کیلاست آسان. همین قدر حس کردم که بهادر موسیقی را خوب میفهمد و رسام خوبم هست و هر یک نمایشش با دید رسامی با آرایش صحنه‌اش تماما فرق کرده می‌استاد، از دیگر کارگردان‌ها تماما فرق کرده می‌استاد. و در همین دور و زمان، در همین دوره‌ای که ما حال صحنه ایم، بهادر برای من یک رژیسور نوآور بود. رژیسوری بود که در هر یک نمایشش یک هنرمند میکشاد و یک هنرمند روی دیگری را نشان میداد که چطور باید رفتار کرد، چطور باید گفت، چطور باید نگاه کرد. و همین برای همین نمایش‌های بهادر از دیگر نمایش‌ها تماما فرق کرده می‌ایستادند. تئاتر دشوارتر از سینماست یا سینما دشوارتر؟ راستی این سوال را ما بارها به هنرمندانی که در هر دو فعالیت دارند پیشنهاد کردیم، اما یک چیز را تا حال نپرسیده ایم که تئاتر هنرمند را زودتر شهرت یار می‌سازد یا سینما؟ در کدامی از این پایدارتر ماندن ممکن یا اینکه در کدامی از این پایدارتر ماندن را درست می‌حسابید؟ شاید من خطا کنم، لیکن از روی تجربه خودم و از روی اون کارهایی که ما انجام دادیم، برای من هر دو یک سینما و تئاتر یک کار ایجادی است که من خودم میتونم تماما قلباً، فکراً و از روی وجدان کار میکنم که یعنی که تازه کار کنم.
سینما البته و آن همین روز ثبت کردند، همون بنوار گرفتند و این ماند تمام، دیگر برگشته نمیشد. تئاتر باشد امروز اگر در صحنه ایجاد کردی یا کمچون کارگردان به صحنه گذاشتی و بعد تماشا میکنی از دور که خیلی که رسم میکشد میآفرد و از دور برفته بعد تماشا میکند که کجا با یک رنگ دیگر نمیرسد. همین خیلی دیگر در سینما در تئاتر است، چون که تئاتر این زحمت بسیار میطلبد، هر روزه کار است. سینما یک لحظگی است، همون خطا کردی یا که درست آفریدی همون ثبت شد تمام، دیگر اکران بمیرود. ایستا تو حیوان! کنی فرای از عربات فرا میگویم فرا کی کساله میکنه؟ میدانی چیکار کردی؟ اینجا بیا. وای میدانی چیکار کردی؟ انا بین چیکار کردی؟ انا کارت دیدی؟ تو چیکار کردی؟ خیر گناهی حیوان است، گناهی من چی؟ حیوان است. حیوان که حیوان است، لیکن تو کار نکو. تو میدونی نرخ ماشین چقدر است؟ جبرانش میدهی. تئاتر این زحمت است، سینما این شهرت است. اگر این خیلی گوییم برای همین من نمیگویم که کدام اینا را من روی ترازو بیارم و کدامش بهتر است. برای من هر دویش یعنی که هم سینما هم تئاتر زحمت طلبند و من باید در همون لحظه همون وقت خودم تماما تیم. فیلمایی که آفریدن بسیار هم یک نقش‌های گوناگون ژانر، یعنی امپلای هر خیلی قطعی کردن. مثلا گیریم یک فیلم هست لیفت، در فیلم لیفت که نقش جالب دارد و یکی از نقش‌های این مثلا فیلم در فیلم وسه نقش جالب دارند. فیلمایی که گویم که فیلم‌های تاریخی هستند. من در فیلم نیسا مثلا من نقشه‌اش رو دیدم و زیاد در خاطرم نیست، ولی من این نقشه‌ای هستن که بیشتر در خاطرم ماندن، خیلی هم جالب بودن. بهادر رو من همچون آموزگار نقد میشناسم، همچون استادی مهارت اکتوری در دانشکده کار میکردند. بهادر رو من همچون یک هنرمندی حرفه‌ای در سینما میشناسم، بهترین رول ها رو نقش ها رو بازی کردگی. انسانی نجیب است. ببینید که هم هنرمند از خودش در صحنه بازی میکند، هم کارگردان است، هم در سینما کارگردانی میکرد، هم در تئاتر کارگردانی میکند. هنری چقدر همه طرفه دارد. وای در نقش چاتسکی بسیار عالی جناب بود. در فیلم لیفت و اون فیلمی که گفتم یادم نیست اسمش، بسیار صمیمی بود. عموما یک هنرمند کریم الطرفین به هنر و بسیار حرفه‌ای است. امروز پیاده میبراید ده لیفتتون کمتر نغمه برآوردگی. حالا همه چیزی ما نغمه برآوردگی که انا برای همینم ارد نیست، روغن نیست، عرق نیست، قندی سفید نیست، همه تعمیر رو از نوسازی رو بهانه میکنند و خلاص. خیر من چی گویم؟ هیچ چیز. تو چی هم گفته میتوانستی؟ در بین هواداران برنامه نقش راستی نورسان و جوانانی که به تئاتر و سینما هوس دارند کم نیستند و اون سوالی که حالا پیشنهاد شما میکنیم از زبان آنها گفته می شود. به فکر شما سر موفقیت هنرمند در استعداد اوست یا در ساعت زیادی که هنرمند برای تکمیل ایجاد خود صرف می سازد؟ در محنت، در زحمت، در آن که در آموختن
آموختن از هر چیزی که از طبیعت آموختن، از هنرمندان ممتاز آموختن، از همه چیز آموختن ممکن. از روز اول ایجادتان تا به امروز زیاده از نیم عصر گذشت. طول اینقدر وقت البته صدها فیلم ها و نقش ها رو روی کار آوردید که شاید به حیات هزاران نفر تماشابینان تاثیر عمیق خود را گذاشته است. هر کس وابسته به ذوق و میل خود یعنی نقش های شما را میپسندد، ولی تا به امروز از همه نقشی که در عمق دل و مغز سر شما تاثیر گذاشت کدام است؟ یعنی درباره کدام نقش آفریدهتان همیشه فکر میکنید و همیشه آن قلبتان را به طغیان میآورد؟ نقش بسیار، لیکن همین جدا کردن مشکل. Филимонова اینجاست. Филимонова здесь. Она под стражей. Ты понял, зачем? مرا فوش کردن نیت دارند. Хотят меня изобличить? پای برده. Догадлив. قربان. تو کیستی؟ Ты кто, Курбан? نفهمیدم. Объясни, не понимаю. Враги делятся на 3 разряда. Враг, враг друга, враг врага. Кто ты? Я враг врага. Что тебе нужно? از یک نقش به نقش دیگر همین خیال میکنم که این نقش از بار اول آفریده باشه. همین قدر از هم دیگر فرق میکردن، از طرز گفتار، از طرز رفتار، طرز نگاه. میگم که همین نگاهی کینا چگونه که کینا یک مخصوص چیزی خودش دیدی خودش دارد، همین خیلی نمایش همین خیلی میرفت. همچون رژیسور کار سر کرد، همونجا با شکل‌های خاصی، یعنی شکل فرم‌های نوی ایجاد کرده و در همون رژیسور برای معلوم بود و یک چیز نوآوری در آورد. یک چیزی که در همون مقصود در همون تئاتر اول لوتی، بعد در تئاتر مایکوسکی، در تئاتر روسی مایکوسکی سال‌های دراز بعد رژیسور کرد. اثرهای گوناگون با صحنه گذاشت. من خوشبختانه در 2 فیلم با بهادر بند بودم. این فیلم یکم در فیلم استیصال که استودیو بلاروس فیلم سرحد دولتی بود. اونجا فکرم خطا نکنم رول قربان بازی کرده بود، یک چیکیسته. من اونجا رول قاسم رو بازی کردم. اون وقت انا اونجا بعد در فیلم اشک و شمشیر که یک نقش منفی بازی میکرد، من همچون غیر اشتاتی دویم رژیسورم بودم و اکتورم بودم. این مهارت بهادر این در همین فیلم ها بر علا نمایان بود. بسیار هم یک نگاه های عجایبی دارد که نه هر کس هنرمند چون این نگاه ها یعنی بسیار هم باطنی پر از احساسات دارد. همیشه ما میگوییم که کاش ما هم مثل اکای بهادر نقش آفری کنیم. مثلا وقتی حرف میزند یا حتی در نمایشنامه ها هم خوشبختانه همراه استاد ما در یک نمایشنامه نقش آفریدیم. در تئاتر لاهوتی هم نقش خضر خان رو بازی میکردم. استاد برادری مرا مبارک خان را یعنی نقش مبارک خان را اجرا میکردند و اونجا باور میکنید از روزهای اول وهم زیرم کرد چون که تجربه خیلی هم بزرگ دارند و خودش هم با نگاهاش و یعنی با اون مهارت وزن و شهامتش هنرمند دیگر رو پخش میکرد. یکی از نقشهایی که در سینما در کارگردانی رومی شاه عظیموف به نام خوب همدونه
اجرا کردم نقش از روی وای هم تو نگاه میکنم غریب که کم خطایی میبینم اگر می بود با آنم خیلی اجرا میکردم لیکن کمک بهتر بود فیلم بسیارم عجایب برآمد و در فستیوال‌های عمومی جهانی بین المللی سزاوار بسیار جایزه شدند هم خود رومی شاه عظیم و چون کارگردان و همچون آهنگساز اقبال ذوقی بیک و همچون من همچون اجرا کننده نقش مردانه Одно желание сбылось. Пора загадывать второе. Загадывай. Загадывай, чтоб мой сын ожил и вернулся домой. Это жестоко и глупо. Загадывай, чтоб мой сын ожил и вернулся домой. Пожалуйста. در بشکک فستیوال بین المللی بود منطقوی در اونجا از روی همین نقش ما جایزه وای گرفتم بهترین هنرمند آسیای مرکزی. از همه ژانری که بیشتر به شما پسند است خواه در نمایشنامه باشد خواه در فیلم چی است کدام ژانر است چون ما میدونیم ژانرها خیلی مختلف هستند در ساحه تئاتر و سینما همچون کارگردان من هم ژانر فوجیه روی صحنه آوردم هم ژانر مضحک روی صحنه آوردم هم ژانر دراما آوردم لیکن همچون هنرمند بسیارتر ژانرهای دراماوی و فوجیه اجرا میکردم روی صحنه می آوردم فقط بهترین ژانر همون است که دل تماشابین تسخیر کند فرقش نیست وای کدام ژانر باشد میگم دل تماشابین تسخیر کند و تماشابین وای قبول کرده تواند. Я знаю вас давно и преклоняюсь перед вашим талантом. Вы такой зажигательный, такой сильный. Вы самый необыкновенный человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. تا امروز من خیال میکنم که من با چنین یک رژیسوری برجسته با خودم برای که ما استادای بسیار بزرگ داشتیم من با حاجی قر رحمتلوف در صحنه نقش آفریدم با خوش نظر مهید علیف شادروان و استادمان چیزی که تفکر داشتن چیزی که داشتن گویا که در همین بهادر بخشیده باشن و بهادر از یک نمایش به نمایش دیگر یک چیزی نوی روی صحنه می آورد با یک دیدی نوی نمایش رو می ساخت که از تماشاش آدم حلاوت می بود. رژیسور گوش میکند در کینو برای مثال چی میخوان بعد چیز خودش خواست خودش هم علاوه میکند و اساسش چی با که در کار رژیسورش یک چیز دیگر یک خودش خودوژنیک است یک رسام است رسام با استعداد است من گمان نکردم که بشه وقتی که اسپکتاکل خودش موندگی صحنه خودش رسامی میکند خودش وای میکرد این صف یک ایجاد نو بود. تو خود فرود میخوری این کپک خوشخوان با تو چی رازی بسته یا تو پیر شده ای شاعر نباید به پیری رسد تو راست میگویی ای امیر کبیر در قلمرو شریفی تو به پیری رسیدن دشوار است ولیکن با من آمد نکن من به پیری رسیدم سمرد شوخ
باسم پوست مبادر شد. من بسیار شادم که با چنین رژیسور با چنین هنرمند روبرو شدم در صحنه، با او قدم ماندم و خیلی چیزای بسیار چیزای صحنوی رو از بهادر من آموختم و من باور دارم که جوانای ما اگر اون نمایش‌هایی که بهادر روی صحنه آورده است و تماشا کرده باشند یا تماشا میکنند یک چیز میگیرن به خود. از صحبت گرم و صمیمی شما خیلی خوشم آمد. سپاس میگویم که دعوت ما را رد نکرده، در برنامه امروزه ما اشتراک کردید. خب در انتها برای بیننده سفینه چی گفتنی دارید؟ برای تماشاگران سفینه و برای گروه ایجاد سفینه و برای راهبریت سفینه فقط سلامتی، عمر با برکت دراز. تشکر زیاد به شما نیز سلامتی، روزگاری خوب و خوش را آرزومندیم. خوش آمده. سلامت باشید. بیهوده سفینه را سفینه امید نمیگویند، زیرا ما طریق همین گونه برنامه‌های جالب و صحبت‌های گرم و صمیمی هنرمندان کسبی شما را به ساحل امید میرسانیم. عزیزان، از شما تنها یک چیز را امیدواریم، به ما باور کنید و در دریای تأثیرات خیالات رنگین با سفینه ما شنا سازید. خانه آباد نصیبتان. خیر عزیزان.